اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسه نازنین و به شدت دوست داشتنی یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. عید شما مبارک باشه. شب ولادت نهمین معصوم و هفتمین امام و افتخار شیعه آقا امام کاظم علیه السلام. وجود نازنینی که توی علم و حلم و تواضع و فروتنی و مکارم اخلاق و سخاوت و بخشندگی و اینها همه ضرب المثل بودن. آدمای بد و بداندیش و با اخلاق خوششون، با رفتار نیکشون تربیت میکردن. شبها به طور ناشناس به تأثیر از جدشون توی کوچه های شهر راه میافتادن، به فقرا و ایتام و نیازمندان کمک میکردن. کیسه های انفاق و احسانشون اگه به نیازمندی میرسید او رو از دو دنیا بی نیاز میکرد. اما با این حال در خانه‌ای که در اون اتاقی که در اون به نماز می‌ایستادن جز قرآن و شمشیر و حصیر چیز دیگه‌ای پیدا نمی‌شد. اینا همه پیش درآمدی بود از آنچه که ما باید بشنویم درباره فضائل، سجای اخلاقی و کرامت حضرت باب الحوائج از استاد عزیزم آیت الله تحریری بزرگوار که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. عید شما مبارک باشه. خوش آمدید. برکاته. اسعد الله ایامکم. این عید سعید رو بعد از ایام قدیر بله. به وجود مبارک امام زمان و مقام معظم رهبری و همه بینندگان و شنوندگان و مؤمنین و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض زنده باشید. زنده باشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم استاد تحریری عزیز. خب ما دلمون میخواد که بیشتر از وقت استفاده بکنیم و حالا که شب ولادت حضرت باب الحوائج هست بیشتر استفاده بکنیم از فرمایشات شما و اطلاعاتمون یه قدری راجع به روش زندگی امام کاظم بیشتر بشه، از فضایلشون بشنویم، از کراماتشون. اگر سلام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بحث در بیان گوشه ای از فضائل بیکران حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام که به باب الحوائج اون حضرت معروف هستن. القاب به هر حال مختلفی که کاظم از القاب مشهور اون حضرت است و صابر که اینها نشان دهنده عمدتاً اون روش ظهور کمالات خودشونه، به طور خاص در اون عرصه زمانی که وجود داشتند. موسی بن جعفر علیه السلام در اواخر حاکمیت بنی مروان به دنیا آمدند. در زمانی که این حاکمیت از بنی امیه و بنی مروان منتقل میشد به بنی العباس که بنی العباس به عنوان خونخواهان اهل بیت علیهم السلام در عرصه آمدند که از جانب اهل بیت به عنوان اینکه مدافع ایشان باشندشان در این طول زمان بعد از به هر حال شهادت امیرالمؤمنین به طور خاص زمان امام حسن، امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر عمدتاً در محرومیت از مواهب سیاسی و اجتماعی بودند، اینها ظهور و بروز کردند. به هر حال زمان خاصی بود این زمان که امام صادق علیه السلام با بیانات مختلفی مردم رو و شیعیان رو، محبینشون رو به وجود مبارک فرزندشون توجه میدادند و فضائلی رو از اون حضرت بیان می‌فرمودند که یک کلام که شما به صورت به هر حال گذرایی بیان کردید
فرمود و عنده علم الحکمه یا علم الحکم و الفهم و السخا و المعرفه فيما يحتاج الیه الناس فيما يحتاج الناس الیه. اون فضائلی که مقام امامت و ولایت بر مسلمین در شؤون گوناگون زندگی به آن نیاز دارد رو در قالب این مطالب بیان می‌فرمودند. و فیه حسن الخلق و حسن الجوار. بعد فرمود و هو باب من ابواب الله عز وجل، یک باب و دریست از درهای خدای متعال که در روایات هست که ائمه علیهم السلام ابواب الله هستند، یعنی درهایی که ما رو به سوی خدای متعال به هر حال راهنمایی میکنند و باز میکنند اون راه به سوی خدای متعال رو که خودشون راه هستند و به نوعی مقصد هستند، به این معنا که اونها به بالاترین درجه عبودیت که غایت از خلقت است راه پیدا کردند و خدای متعال خواسته است که ما از طریق این راه ها به سوی خودش بیاییم. لذا از اون طرف فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. این تعبیرات رو فرمودند خدای متعال که ما انسان رو به طور خاص برای بندگی خالصانه خودمون آفریدیم. از طرفی هم فرمودند این بندگی باید با صراط مستقیم باشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. وقتی این صراط مستقیم در آیات دیگه تعریف میشه در سوره حمد که ما در شبانه روز در نمازهای واجبمون واجبه که بگیم، در نمازهای مستحبی هم به همین صورت لازمه اگر بخواد نماز شکل بگیره از خدای متعال هدایت به صراط مستقیم را بعد از ایاک نعبد و ایاک نستعین از خدا می‌خوایم. تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو کمک می‌جوییم، ما را به راه است. و ایاک نستعین غایت رو بیان می‌کنه. تا چگونه به این غایت برسیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. بعد با صراط مستقیم. این صراط مستقیم صراط کیاس؟ الذین انعمت علیهم، اون کسانی که تو به ایشان نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که به اونها غضب کردی و نه راه کسانی که گمراه شدن. این سمت راست و چپ به تعبیر صراط مستقیم اینها الیمین و شمال فرموده علی السلام در نهج البلاغه مذله و صراط حقیقی که از خدا شروع میشه و به خدا ختم پیدا میکنه اون صراط مستقیم است. لذا در خطبه قدیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوره حمد رو میخوانند برای معرفی علی علیه السلام و صراط مستقیم رو اول به امیر المؤمنین علی علیه السلام در این امت منطبقش میکنند و بعد بر اولادشون. لذا اینها همه درهای به سوی خدای متعال میشن. باب به این معناست. مسئله امامت مسئله بسیار مهمیه که به هر حال مترتب است بر مسئله رسالت و رسالت مترتب است بر مسئله توحید. درست. اینها اگر درست شکل پیدا بکنه، توحید اگر درست شکل پیدا بکنه، رسالت هم درست شکل پیدا کرده، درست رسالت رو میفهمیم. خدایی که قادر مطلق، حقیقت مطلق، کمال مطلق، مبدأ عالم است و حکیم مطلق است که عالم رو به طور خاص انسان رو برای غایت اعلا آفریده و اون ارتباط خاص با خودش. این خدا راهی باید معین میکنه، چون ما نمیتونیم اون راه رو به سوی خودش داشته باشیم. اون راه رو هم آورده است که دینه، این دین هم راهبر میخواد و
و ان الدین عند الله الاسلام. اسلام تسلیم شدن در برابر خداست. اون وقت این دین را کی باید بیاره؟ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح. در سوره شورای 13 بیان میکنه ما 5 دین اصلی از نای خدای متعال داریم. یکی حضرت نوح علیه السلام، بعد حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و نبی اکرم صلوات الله علیه. و ما آوحینا الیک و ما وصینا به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که چیکار بکنن؟ ان اقیم الدین، اینکه دین رو اقامه بکنن، به پا بدارن. یعنی در تمامی شؤون زندگی اون ایمان به عالم غیب با دستورات الهی باید پیاده بشه. این میشه عبودیت با رهبریتی که اون کسانی که خودشون اول به این مقصد رسیدن. هر جایی میخوای برسی باید از در وارد شی. بله احسن. باب الله. سابقین و سابقون از سابقون اولئک المقربون، که ما به هر حال 3 دسته داریم انسان ها. مقربین، انبیا در رأس مقربین هست، اساس مقربین هست، نزدیک شده ها. اینا باید سبقت بگن تو همه چیز، که اگه نباشن همه چی لنگ میزنه، حتی رسالت پیغمبر. بله. اینا رفتن که میگن بیاین ما ببریم. فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینکه فرمودید ان الدین ان الله الاسلام، تازه اون روز کامل شد. آره کامل شد. چون قرار شد از اینجا برن مردم به سمت خدا. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود انک میتون و انهم میتون، تو از این عالم میری. خب یه ادامه دهنده لازم داره. ادامه دهنده هم مثل خودت باید باشه که همه وجودش نشان دهنده خدا باشه. باب الله یعنی این دیگه، این در رو که باز میکنی به خدا میرسی. وجه الله هستن. وجه یعنی اون چیزی که با آن با شی مواجه میشی. از هر طرف که بیاییم، از علی علیه السلام پرسیدن وجه الله یعنی چی؟ از اون یه آتیش بیارید، هیزم بیارید آتیش روشن کنید، نشون داد با مثال ملموس. و از بالا نگاه کن، آتش، سمت راست آتش، چپ. وجه الله یعنی پیامبر وجه الله، امام وجه الله. ما با این باید بریم، نمیتونیم غیر از این حرکت بکنیم. خب تحقق این برهان مشکلات داره. از انبیا میثاق گرفته شد که در پای این مسئله شما می‌ایستید، گفتن بله. آیه 7 سوره مبارکه احزاب ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. یعنی 5 دین از کردیم. از این 5 پیامبر که صاحب شریعتن میثاق غلیظ گرفته شد. میثاق غلیظ یعنی این که پیامبران اولوالعزم در همه شؤون باید استقامت خودشون نشون بدن، تو هر مشکلی که باشن. حضرت ابراهیم این چنین بود. بعد از همه امتحانات تازه به مقام امامت رسید. همیشه مقام امامت خیلی بالاست. اینا مقدمه بود که این رو عرض بکنیم. آیه شریفه که عرض کردیم اینه. لذا این ائمه ما علیهم السلام یک چنین مقامی رو دارند که اون جایگاه رسالتی نیست، اما حقیقت رسالته که الگو داشتنه. همینطور. خیلی ممنونم. خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر که خدا ما رو جزء شیعیان و محبینشون قرار داد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. بازم بگیم اشکالی نداره. به ولایت مولانا امیرالمومنین و الائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. اگه اجازه بدین یه فرصت بگیریم، یه عرض توسلی و عرض تبریک مجدد به مردم برگردیم، ادامه فرمایشات شما رو بشنویم، استفاده کنیم. بفرمایید. خواهی اگر ای شیعه به روز عرصات، گیری ز کف حیدر کرار برات، امشب ز ره صدق و ارادت بفرست، بر حجت حق موسی جعفر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجهم. داره کام دلمون شیرین میشه الحمدلله به نقل و نبات کلام شیرین و دلچسب آیت الله تحریری عزیز. در خدمت. بله، مسئله امامت در همه زمانها مانند رسالت به هر حال التهاباتی داشته در جوامع بشری و شیطان هم خب نمیذاره این حقیقت شکل بگیره، هدایت شکل بگیره به انواع مختلف. میخواد اون گمراهی رو ایجاد بکنه با ایجاد نفاق که در امت اسلامی هم رخ داد، همینطور ادامه پیدا کرد به انواع مختلف با شکل‌های مختلف. نفاق اعتقادی، نفاق سیاسی مخصوصاً که این رهبران الهی رو در محاق قرار داد، در دوری از ارتباط با مردم. اما این اولیا مخصوصاً موسی بن جعفر علیه السلام از هیچ امری در نشان دادن فضائل امامت خلاصه کوتاهی نمی کردن که اصلش برای خودشونه، چون میخوان کمال نهایی خودشون رو داشته باشن و ظهور بدن به درگاه الهی و لازمش رسوندن خیر به دیگرانه که امام یعنی کسی که در مردم فانیه به معنایی و مردم باید فانی باشن در مردم. فانی در مردمه به این معنا که همه وجودش برای هدایت مردمه. به این معنا که هدایت اصل منتها چون طرف هدایت مردم هستن، از این جهت هم به مردم عشق می‌ورزن، به انواع مختلف دلسوزی دارن. لذا تعریفات بسیار گوناگونی برای امام شده که به هر حال این شاخصه رأفت در اونها هست. امام کاظم علیه السلام این مسائل رو داشتن، زهدشون که یک طرف، عبادتشون یک طرف. اینا کارهای فردی این اولیا بوده و ارشادشون که محور به هر حال کارشون بوده. یک طرف که اول ارشاد فکری و اعتقادی، مخصوصا از شد یک نهله های انحرافی پیش می آمد در این زمانها. گاهی غلات می آمدن که ائمه رو به هر حال در حد خدا اینا باید به اونها مبارزه می کردن. یک وقت مرجعه می آمدن که می گفتن هر کاری می خواهی بکنی بکن، مسلمان باشی، و با همه اینها به نوعی در می افتادن و گاهی هم به هر حال تو خود امت اسلامی و محبینشون این مسائل. زمان امامت موسی بن جعفر علیه السلام در زمان اختناق خیلی عجیبی از منصور دوانقی حضرت قرار گرفتن که امام صادق علیه السلام برای معرفی ایشون خیلی مخفیانه معرفی کرد. 5 نفر رو معرفی کرد. اولیش خود منصور بود، دوم مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام، سوم برادر بزرگش عبدالله ابن ابته، چهارم هم محمد ابن سلیمان و پنجم موسی بن جعفر. منصور دستور میده بگردید اون جانشین حضرت رو گردن بزنید. وقتی میگردن میگن که وصیت حضرت این اولیش خودش دست برمیده. ببین در چه زمانی اینها قرار میگرفتن. اون وقت گاهی ابهام زیاد بوده، حتی در دوستانشون هم مشخص نبوده. البته برای اون خواص معرفی میکردن، اما برای اینکه چهره این اولیا برای دوستانشون روشن بشه می آمدن القای شبهه میکردن. یکی از اون شبهه ها هم وجود عبدالله ابن ابته بود که برادر بزرگ حضرت بود و عیب جسمانی هم داشت و خودشو قالب زده بود. حضرت با او صحبت هایی کرد که نشون داده شد که قابلیت نداره. غرض اینه که موسی بن جعفر اسلام در زمان بسیار حساسی از امامت، در زمان انتقال این سیاست اموی به عباسی قرار داشتن که
منصور خیلی تحت فشار قرار میداد امام صادق علیه السلام رو در این اواخر عمر شریفشون و بعدش علوی ها را تار و مار میکرد تا جایی که به هر حال یک وصیتی میکنه به مهدی برادرش که میخواد جانشینش بشه، کلید یکی از خزائنش رو میده به یکی از زنهایی که امانت داره، میگه که وقتی که من شنیدی از دنیا رفتم این کلید این خزینه رو بده بهش. فقط این خانم میدونست و بعداً مهدی بعد خبر مرگ منصور که میرسه میگه بریم اون خزینه رو بهت نشون بدم. در رو که باز میکنن اجساد به هر حال سرها بدنها از علوی ها اینها برای در اونجا بود. موسی بن جعفر اسلام تو این زمان به مقام امامت رسید. تازه این زمان خوشی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود که میتوانست به نوعی ارتباطات داشته باشه. بعد از او مهدی آمد که حالا اینا خودش تفصیلاتی لازم داره از جهت تاریخی، از جهت مباحث تحلیل سیاسی در اون زمان چگونه برخورد کردن موسی بن جعفر علیه السلام. در این دقایق به طور اشاره عرض میکنم تا به هارون الرشید رسید که هارون الرشید خبیث‌ترین این خلفای بنی العباس بود که حدود 13 سال موسی بن جعفر علیه السلام در زمان خلافت به هر حال قاسبانه هارون به سر بود که اکثر عمر شریفش رو حضرت در زندان به سر بود که موسی بن جعفر رو آورد به بغداد، اونجا نشون داد. خواست حضرت دیگه مجبور بود که بیاد به بغداد، آوردتش به بغداد. اونجا هارون هم با پیامبر اکرم خداحافظی کرد. به هر حال یا رسول الله من ناچارم این فرزندت رو به هر حال ببرم تحت الحفظ قرار بدم. و موسی بن جعفر علیه السلام اونجا علی رغم او اظهار کرد که این جد منه. یعنی در عین حال حضرت از گفتن حقایق بازگو نمی کردن، مناظراتی داشتن حتی با هارون. یعنی هیچ باکی نداشتن که مطالب رو بیان بکنن. میدونستن که اینا خباثت دارن، چه ما بگیم چه نگیم و اون لطمه خودش رو وارد میکنه. غرضم اینه که ما شیعیان باید این گونه باشیم در همه مراحل، مخصوصا در انقلاب اسلامی که یه بویی از ولایت امیرالمؤمنین و قدیر تو این مملکت وزیدن گرفته الحمدلله. و مسئله انتخابات هم در پیش باید خیلی چشممون باز بشه. یک کسی که در حال و هوای شهید رئیسی قرار داره که شهید رئیسی این گونه بود، این خادم اهل بیت بود، خادم موسی بن جعفر علیه السلام بود که چقدر دغدغه رسیدگی به امت حزب الله رو داشت. الهی آمین. ان شاء الله به دعای خیر شما خیلی استفاده کردم. اجرتون بابا بالهوایج. قربون شما، زنده باشید. یه بار دیگه امشب و فردا رو شما تبریک عرض می‌کنم. همونجوری که فرمودن آقا بابا بالهوایجن، امشب و فردا از دست ندین، حاجاتتون رو بخواین، مخصوصا همین که فرمودن ان شاء الله یک رئیس جمهور در خور این مملکت و در خور این شیعه خانه اهل بیت انتخاب بشن و هممون ان شاء الله بهره مند بشیم. گفت وا می‌کند بر روی ما بنبست ها را، باب الهوایج شد بگیرد دست ها را. التماس دعا یا حق